بعد میتونیم گفته که همین فیت روزه بعد فیت روزه گفتن اون استاد که همه را در همخیلی جهود در قرض خراجات نکه در هم برای اید کردن یگام خیلی یگام چی گفتم میتونیم استاد در هم یاد نه یک آدم زکات داده است، یک آدم دیگه گفته است که اینه گیرو تجارت کن گفته است، اکو نوشته است که مقصد این چیه کن با زکات میتید کن با مصلحت هم میتید گفته. درست، یعنی در غیر این وقت مصلحت دادن خوب است. که مثال برادر وقتی که به دستت پول آمد این پول سبزان اگر تاند، بعضی آدما پول که دستش آمد تجارت کردن نمیتونه، تجارت که سر کرد البته بانکرات میشد، چون که متخصص نه و کاردان نمیداند، اسلوبی کار نمیداند، بله نمیتونسته کاراتون نکنه تون. لیکن مصلحت دادن در کار برای مسلمان ها همه وقت و شاورهم فی الامر. یک مسلمان به یک کاری فایده‌ناک مصلحت دید، یک کار ضرر داشته باشد این کار نکن گویید با مقصدی فایده خودی همه آدم، نه با مقصدی غرضی خودتان. مثلا شما تجارت دارید و همون تجارت که شده نگویید که ای تجارت نکشو که بانکرات میشی، نگویید. مقصدتان چی؟ مقصدتان نام شما در نظر شما نیمته میکند. این علاقه شما مصلحت داده ایستادید با غرض خودتان، لیکن مصلحت دادنی باشید برای برادر مسلمان مصلحتی خالصانه دهید، یعنی برای همین آدم همین کار فایده دارد یا نه، فایده داشته باشد مصلحت دید، ضرر داشته باشد مصلحت دید که نکن گفته. این در غیر وقتی زکات. اما وقتی که زکات میدید بله خوب است که یعنی شما بالای ابی حکمران نیستید، گویا که من این پول گیرو و قرضت صرف نکنم به تجارت کن، نه پولت تمام دیگر او میداند خودش چیکار کند.